توزیع غذای گرم به جمع بزرگ از نیازمندان از سوی بنیاد خیریه نبیزاده. این بنیاد روز گذشته هفتم رمضان برای 2000 تن غذای طبخ شده افطاری توزیع نمود. به گفته مسئولان تلاش‌ها برای تحت پوشش قرار دادن شمار زیاد از نیازمندان تا ختم ماه مبارک رمضان ادامه دارد. با سلسله ادامه کمک‌های بنیاد نبیزاده در ماه مبارک رمضان مواد پخته را آماده ساختیم برای افطاری تقریبا برای 2000 نفر که البته شما می‌بینید در حدود 700 نفر از جا پارسال شدن و پارسال برشان میتیم و متوقع از را خود مردم همینجا آمدن تجمع کردن، زنها آمدن، طفلا آمدن، مردا آمدن، همشان اینجا آمدن و از طرف بنیاد نبیزاده برایشان توزیع میشه. از سوی هم شمار از خانواده‌های نیازمند از ویژه برنامه امدادی بنیاد خیریه نبیزاده در ماه مبارک رمضان به مستمندان ابراز خرسندی نموده و این اقدام کمال نبیزاده بازرگان ملی را می‌ستایند. از کمال نبیزاده که دمی ماه رمضان برای غریب بیچاره دسترسایی میکنه، خداوند برایش حاضر 100 بار میکنه. کمال نبیزاده خیلی خانه بدهیم و این بورک رمضان کمک میکنه که همیشه یک همدردی میکنه. خیلی خانه تشکری دارم، خداوند را بیادر راجش بیت برشان همی غریب بیچاره را که نان میده خیلی مفید است برای اینا. بسیار خوب است. با این حال برنامه‌های ویژه امدادی بنیاد خیریه نبیزاده از آغاز ماه مبارک رمضان در 2 بخش توزیع مواد اولیه و غذای طبخ شده به مستحق ترین افراد ادامه دارد.